سلام دوستان. امروز معادلات یک مجهوله درجه یک شروع میکنیم که در این معادلات یک مجهول داریم و درجه از این معادلات یک است. بچه ها شکل عمومی معادله درجه یک به شکل ax مثبت b مساوی به صفر که در اینجا a میتونه بچه ها ضریب x باشه یا ضریب مجهول b عددی ثابت. معادلات یک مجهول درجه یک میتونه بچه ها اشکال مختلف و شکل‌های مختلف داشته باشه که مثل کسری باشه، جذری باشه یا به شکل پولینومی باشه. چیزی که ما امروز میپردازیم معادلات تامی یا پولینومیال یا به شکل پولینومی، یعنی درجه از این معادلات نمیتونه جذری باشه یا این معادلات تام معادلات پولینومی نمیتونه کسری باشه چون به شکل پولینومی است. میریم به طرف حل معادله یک مجهوله درجه یک. بچه اولین سوالی که برای ما داده گفته معادله عمومی یک مجهوله درجه یک 2x مثبت 3 مساوی به 0. گفته قیمت x چند میشه. میریم مستقیم به طرف حلش. بچه گفته 2x مثبت 3 مساوی به 0. پس می نویسیم 2x مثبت 2x مثبت 3 مساوی به 0. بچه اینی شکل سوال است که برای ما داده. ما یک معلوم از طریق معلوم مجهول را پیش میریم. بچه اینی مساوات است. یادتان نره که در مساوات همیشه این از مساوات این طرف هر عددی که از طرف x به طرف 0 آمد یا از طرف 0 به این طرف رفت علامش تغییر میکنه. اگر مثبت باشه منفی میشه، اگر منفی باشه مثبت میشه. که ما اگر عدد باشه در این طرف باز هم فرق نمیکنه. 3 به طرف عدد بیاریم علامه عددی 3 تغییر میکنه. میریم به طرف حل مستقیم. 2x مثبت 3 مساوی به 0. پس ما اولین کاری که میکنیم میگیم 2x در جای خودش، یعنی 2x در جای خودش مساوی هم در جای خودش، یعنی 3 را به طرف 0 علاوه میکنیم که 3 میره به طرف 0 میشه مساوی میشه به منفی 3. پس ما در این روش بچه میتونیم از روش های گوناگون میتونیم در این طرف هم یک عدد ضرب کنیم، به این طرف هم ضرب کنیم. ما اما از طریق معلوم مجهول اطراف تقسیم ضریب x میکنیم تا یکی چشه ما به جواب برسیم. ضریب x چند است؟ ضریب x 2 است و عددی ثابت هم منفی 3 است. به خاطر دریافت قیمت x یا دریافت همین مجهول 2x مساوی به منفی 3 است، اطراف تقسیم عددی 2 میکنیم. این طرف چپ هم تقسیم 2 و طرف راست هم تقسیم 2. چون ما 2x کار نداریم، ما قیمت x کار داریم، میریم از طریق اختصار 1 2 2 1 2 2. این 2 با 2 خلاص قیمت x ما مساوی است به منفی 3 بر منفی 3 بر چند؟ 3 بر 2. یعنی شد قیمت x. قیمت x به خاطر از این که ببینیم درست است نیست در معادله اولی که بگذاریم، پس هر دو طرف معادله مساوی میشه. میریم به طرف مثال دوم ما که در مثال دوم ما چی خواستم؟ 3x مثبت 7 مساوی به عددی 10. شاید ببینید این طرف سوال اولی 0 داشت اما این طرف سوال دومی 10 داره. فرق نمیکنه، طریقه یک طریقه است. 3x مثبت 7 مساوی به 10. 3x مثبت 7 میره بالای تخته تا حل کنیم. 3x مثبت 7 مساوی به 10. 3x 3 تا x مثبت عددی 7 مساوی است به 10 مساوی به 10 است. بچه x ما قیمت چند بگیره که هر دو طرف معادله چپ و راست مساوی شود؟ کدام قیمت بگیره تا هر دو طرف معادله مساوی شود؟ 3x مثبت 7 مساوی به 10. خب میریم از همون روش. پس ما در اینجا میگیم 3x در جای خودش، مساوات هم در جای خودش،
اینی حتی عددی 10 هم در جای خودش. اینی عدد 7 بود که به طرف x بود. ما را اگر به طرف 10 انتقال بدیم چون از مساوات طرف میگذره، علامه 7 مثبت از چی میشه بچه؟ میشه منفی 7. ما گفتیم هر وقتی که عدد از مساوات طرف گذشت یا دو طرف روان شد، علامش تغییر میکنه. خب 3x مثبت 7 مساوی به 10 بود که ما 7 دو طرف انداختیم، منفی 7 شد. این ولی باز هم 3x به جای خودش، مساوات هم به جای خودش. از 10 که 7 بره میشه 3. 3x ما مساوی به 3 است. چون ما 3x کار نداریم، ما x کار داریم. اطراف تقسیم ضریبی x. ضریب x چند است بچه؟ ضریب x عددی 3 است. عددی 3. ما از اختصار پیش میریم 1 3 3 1 3 3 یا 3 با 3 خلاص 3 تقسیم 3 1. یعنی ما 3 تا قلم داشتیم، برای 3 نفر دادیم، یکی رسید. پس ما گفتم میتونیم که در نتیجه قیمت x ما مساوی شد به 3 تقسیم 3 یک مرتبه، یعنی 1 3 3 و 1 3 3. 1 تقسیم 1 جواب ما مساوی میشه به 1. این معادله ما هم به سادگی چی شد بچه ها؟ حل شد. این معادله حل شد. میریم بالای سوالاتی بعدی. بچه ها اینجا چند سوال است برای شما موندیم. حل شده. شما ابتدا خودی سوال بگیرین، بعدش ببینین که می جوابی که هست میبرای یا نمیبرای. اگر شما تانستین می جواب کشیدین یعنی شما یاد گرفتین. 40x مثبت 20 مساوی به 0 است. قیمت x مساوی شده به منفی 1 بر 2. اینه که چگونه منفی 1 بر 2 شده؟ ای وظیفه شما. بعد سوال بعدی 80x منفی 7 مساوی به 0 است. یا 8 نمیبخشن 8x منفی 7 مساوی به 0 است. اینی هم قیمت x 7 بر 8 شده. اینی وظیفه خانگی تا